تحلیل بازار مسکن متفاوت از تحلیل بازار املاک. بازار مسکن تشکیل شده از آپارتمان‌های نوساز با متراژ مختلف در لوکیشن‌های مختلف با متریال‌های متنوع. در بازه زمانی که دولت‌های مختلف میان سیاست‌هاشون رو در بازار املاک اجرا میذارن، ما میتونیم تحلیل کنیم بازار مسکن. اما در بازار املاک، بازار بزرگ املاک، اشخاصی هستند که ایده های مختلفی دارند: مسکونی، تجاری، صنعتی، شهرک‌های خصوصی، ویلاسازی، باغی و پروژه های مختلف. در مناطقی از شهر، اطراف شهر دست میذارن که زمین قیمتش خیلی پایین تر از ارزشش. خب ارزشو برند اون شخص با اون ایده میاد به اون ملک میده و شما هم بهتون توصیه میکنم این اشخاص رو پیدا کنید و با اونا باشید در کنارشون که میتونید سودهای چند برابری و تضمین شده در کنار اونا به دست